شاید هممون توی دوره‌ای با خودمون فکر کردیم که خیلی آدم کله گنده و سرسختی هستیم، ولی وقتی انگشت پامون میخوره به پایه میز یا مبل، کلاً توهم کله گندگی و سرسختی از سرمون میپره. اما میدونین چه کسایی واقعاً کله گنده و سرسختن؟ راهب‌های شائولین. این قهرمانای جون سخت بدنشون رو با تمرینات شدید و عجیبی به چالش میکشن، مثل کوبیدن جمجمه به دیوار، بیرون کشیدن میخ و حتی شیرینکاری هایی که قانون جاذبه رو به سخره میگیره. اگه آدم دلنازکی هستی، شاید دیدن این ویدیو برات چندان مناسب نباشه. بنابراین بهتره همین حالا یه نفس عمیق بکشی، نفستو بدی بیرون و انرژی منفی از بدنت خارج کنی. به ذهنت اجازه بده تا آزاد باشه، چون قراره با تمریناتی آشنا بشی که اونقدر غیر ممکن و عجیبن که راهب‌های شائولین رو شکست ناپذیر کردن. مدرسه شائولین. قبل از این که بریم سراغ کارهایی که شائولینی ها میکنن، بهتره بدونیم اصلاً راهبای شائولین کی هستن. داستانش برمیگرده به سال 495 میلادی، وقتی امپراتور ژیاوون دستور داد یه صومعه ساخته بشه تا تعالیم باتوئو رو ترویج بده. باتوئو در سال 464 میلادی از هند اومده بود به چین تا آیین بودایی یا همون بودیسم رو گسترش بده و اولین راهب اعظم یا همون رئیس معبد شد. با وجود اینکه در طول قرنها بارها خواستن این معبد و آتیش بزنن، هنوز بعد از 1500 سال محکم سر جاشه. اون هم تو دل کوههای سونگ در استان هنان. این معبد هنوز هم فعاله و به عنوان یه معبد بودایی هنوز نسخه هایی از کنگ فوی شائولین در اونجا آموزش داده میشه. حالا این راهب‌ها توی این معبد واقعاً چی کار میکنن؟ فرهنگ شائولین روی 4 ستون اصلی بنا شده: بودیسم چان، هنرهای رزمی، هنرهای بودایی و داروهای سنتی چینی. هر راهب با تمام وجود برای یادگیری، تحقیق و کامل کردن کنگ فوی شائولین وقت میذاره. هر روز صبح ساعت 5:30 بیدار میشن، یک روز پرفشار با تمرینات مختلف و مدیتیشن رو میگذرونن. شب میرن میخوابن و روز بعد و روزهای بعدتر دوباره همون برنامه رو تکرار میکنن. اگه فکر کردین پس با اون همه تمرین حتما یه وعده غذای درست و حسابی هم دارم، باید بگیم که بدبختانه اینطور نیست. توی شائولین خبری از ساندویچ‌های لذیذ و مکدونالد نیست. راهب‌ها فقط غذای گیاهی میخورن، انواع سوپ، نودل و نان ساده. ولی اگه فکر کردین اینا یه مش پسر ناز پرورده عاشق طبیعتن، اشتباه میکنین، چون احتمالاً هنوز هیچی از اونا نمیدونین. الهام از حیوانات. تو سالهای اولیه شائولین 5 سبک خاص مبارزه طراحی شد تا راهب‌ها بتونن توی مبارزات تن به تن از خودشون دفاع کنن. هر سبک از یک حیوان الهام گرفته شده بود: ببر، درنا، پلنگ، اژدها و مار. مثلا در مورد حیوان مار اینجور نیست که شما بخوای بری روی شکمت مثل مار لیز بخوری. باید بدونی که هدفش تقلید کامل از حرکات اون حیوان نیست. هدف اینه که روحیه و ویژگی اون حیوانو به خودت بگیری. به غیر از این سبکای اصلی، سبکای دیگه‌ای هم با الهام از حیوانات به وجود اومدن. واقعا اگه هر حیوانی رو اسم ببری، به احتمال زیادی استاد کنگ فو است که ویژگی‌های اون حیوانو توی تمرینش آورده. در اصل کنگ فو برای این نیست که طرفو جوری بزنی که تا آخر عمرش یادش بمونه. هدف اصلیش پیدا کردن هماهنگی بین نیروی درونی و قدرت بیرونیه، چیزی که باعث میشه بتونی هر حریفی رو، حتی اگه از خودت هم خیلی گنده تر باشه، شکست بدی. یه نکته کوچیکم هست: هر راهبی که در مسیر استادی قرار میگیره به جز یادگیری کنگ فو، باید تو 2 تا از سلاح‌های مخصوص شائولین هم تخصص پیدا کنه. اینجاست که بحث جذاب‌تر میشه. راهبان شائولین میتونن از بین 18 سلاح مختلف انتخاب کنن که نیمی از اون سلاح‌های بلند و نیم دیگر سلاح‌های کوتاه هستن. از سلاح‌های کوتاه میشه به شمشیر، داس، عصا و تبر اشاره کرد. تو دسته سلاح‌های بلند هم شلاق، نیزه، چوب دراز و چنگک هست. بنابراین تو هر فاصله‌ای که باشی، چه دور چه نزدیک، تو تیر رسشونی. اما استاد بزرگا باید روی 18 سلاح تسلط کامل داشته باشن. راهبان شائولین نه تنها استاد هنرهای رزمیان، بلکه تو استفاده از سلاح‌های کشنده هم خبرن. اینطوری که پیش میره واقعاً به نظر خطرناک میان. قدرت انگشت کوچک.
تا به حال اینطور تصور می‌کردیم که فقط هر کسی که شمشیر دستش باشه یه تهدید جدیه. اما گول راهبایی که با دست خالی میان رو نباید بخورید، چون فقط با انگشت کوچیکشون میتونن همونقدر بهت آسیب بزنن. راهبا از بچگی تمرین میکنن که قدرت انگشتشون رو زیاد کنن و این کارو با فرو کردن تک تک انگشتشون توی تخته‌های چوبی و تنه درخت انجام میدن. بعد از سالها تمرین اونقدر انگشتشون قوی میشن که میتونن ضربه‌های باور نکردنی بزنن. هایدینگ، یکی از راهبای ارشد سابق معبد شالین، به درجه‌ای از مهارت رسیده بود که میتونست تقریباً تمام وزن بدنشو فقط روی یه انگشت خودش نگه داره. تو سالهای اخیر هیچ کس حتی به نزدیکی سطح مهارت هایدینگ هم نرسید، البته نه به خاطر اینکه کسی تلاش نکرده باشه. توی صومعه شالین یه درخت است که بعد از دهه‌ها تمرین شاگردان پر شده از سوراخ‌هایی که با انگشتاشون بهش ضربه زدن. آخرین میخ. شاید فکر کنین تا وقتی مشت یا لگدی از این جنگجویان وشوکار نخورین در امانین، اما باید بگیم چندان خوشبین نباشین. اگه یه راهب شالین دستش به شما برسه، حتی بدون اینکه شما رو بزنه یا بکوبه یا لهتون بکنه، بازم بخت با شما یار نیست، چون بازم باید درد شدیدی رو تحمل کنین. تمرینای یا قدرت گرفتن دستاشون رو با یکی از سخت‌ترین روشایی که تا حالا شنیدین انجام میدن، با کشیدن میخ‌های زنگ زده از تخته چوبی. اونا توی تخته چوبی 108 میخ فرو کردن که شاگردها باید با استفاده از انگشت شست، اشاره و وسطی درشون بیارن. ولی چون میخا زنگ زدن، پوستشون تاول میزنه و پاره میشه که این کار گرفتن میخا رو سخت‌تر میکنه. تازه وقتی که همه میخا رو کشیدن بیرون، تمرین با انگشت حلقه و کوچیک شروع میشه. برای آخرین تمرین باید 1000 تا میخو که عمیقاً توی چوب کوبیده شدن در بیارن. اگه این مرحله رو بتونن رد کنن، دیگه حریفاشون واقعاً بدشانسن، چون انگشته یه راهبی که خوب آموزش دیده اونقدی قویان که اگه گیرت بندازن هیچ شانسی برای فرار نداری. از اون گذشته کاملاً آموزش دیدن که نقاط حساس عصبی بدن رو شناسایی کنن. شوت کردن سنگ. تا اینجا دیگه حتما فهمیدین که شکست خوردن از دست راهبای شالین اجتناب ناپذیره. ولی اگه با پاهاشون شکستت بدن چی؟ راهبای تازه کار هر صبح تمرین تقویت پاهاشون رو با لگد زدن به سنگ‌ها، اونم با پای برهنه شروع میکنن. فقط تصور کن بخوای هر روز انگشت پاتو بکوبی به پایه مبل، اونم بارها و بارها. با گذشت زمان عضله‌های پاهاشون تقویت میشه و میتونن با ضربات پاهاشون سنگای بزرگتری و با قدرت بیشتری پرت کنن. اونایی که با تجربه ترن حتی به مرحله لگد زدن به تخت سنگم میرسن. خیلی از تمرینای شالین از کارهای ساده شروع میشن، ولی وقتی هر روز پشت کار به خرج بدی، اون کارهای ساده تبدیل میشن به چیزای فوق‌العاده قدرتمند. و همین جوریه که راهب‌ها بدن خودشونو تبدیل به یه اسلحه مرگبار میکنن. کوبیدن سر به دیوار. در کل ضربه خوردن به سر چیز خوبی نیست. توی خیلی از ورزش‌های برخوردی بالاخره دارن به خاطر ضربه خوردن جمجمه پی میبرن و سعی میکنن راهی برای جلوگیری از آسیب‌های بلند مدت پیدا کنن. ولی توی معبد شالین خبری از این چیزا نیست. دانش آموزا واقعاً سخت تمرین میکنن تا جمجمه‌شون رو تقویت کنن. اونم به این صورت که سرشون رو میپیچن توی پارچه ابریشمی و بعد محکم میکوبن به دیوار آجری. هرچی زمان میگذره و به این کار دردناک ادامه میدن، بهش عادت میکنن و کم کم اون لایه‌های ابریشمو یکی یکی میدارن تا جایی که بالاخره جمجمه‌شون اونقدر قوی میشه که بدون هیچ محافظی میتونن بکوبنش به دیوار. این ضربه‌های تکراری باعث میشه تکه‌های کوچیک استخوان که بهش شکستگی‌های میکروسکوپی میگن از لایه بیرونی و شکننده جمجمه جدا بشه. اون تکه‌ها بعداً توسط سلول‌های ریز به اسم اوستئوکلاست جذب میشن. بعد که سلول‌های جدید میان روی سطح استخوان، توسط سلول‌های دیگه‌ای به اسم اوستئوبلاست سفت و استخوانی میشن و در نتیجه استخوان محکم‌تر و ضخیم‌تر میشه. هرچی این روند بیشتر تکرار بشه، استخوان هم محکم‌تر میشه. راهبا این کارو برای تمام قسمت‌های سرشون انجام میدن، شقیقه ها، فک و حتی کاسه چشم، تا جایی که تمام استخوان‌های سر مثل آهن سخت بشه. بعد از سالها تمرین جمجمه‌شون انقدر سفت میشه که میتونن باهاش یخ‌های ضخیم خورد کنن. بعضیشون حتی به حالت ایستاده روی سر میخوابن. قدرت غیر قابل باور. شاید تا قبل از این شما هم فکر می‌کردین تمرین بودیسم یعنی یکی شدن با طبیعت، ولی ظاهراً راهب‌های شالین هر روز چند تا درخت و لتو پار می‌کنن تا قوی‌تر بشن.
شاگردهای جوون یاد میگیرن که دور یه نهال درخت بپیچن و سعی کنن اون درختو از خاک بکشن بیرون. حالا وقتی اون راهب جوون بزرگ میشه، اون درختم باش رشد میکنه. توی یه بازه زمانی طولانی شاگرد تمرینایی انجام میده که باعث میشن عضلات سینه، بازو، شکم و پشتش به طرز عجیبی قوی بشن. بالاخره یه روز اونقدر زور پیدا میکنه که میتونه تنه درختو بلرزونه و چند تا برگ ازش بندازه. بعدش کم کم اونقدر قوی میشه که میتونه کل اون درختو از جا بکنه. میگن بعضی راهبایی که واقعا پایبند تمرینات شاولین بودن تونستن درختایی از جا در بیارن که بیش از 350 کیلوگرم وزن داشتن. این یعنی اینکه یه نفر بتونه یه خرس گریزلی رو از زمین بلند کنه و اونو بکوبه به زمین. ولی جنگ راهب‌ها با درخت فقط به کندنشون ختم نمیشه. شاگردان راهبه ها میتونن انعطاف پذیری باور نکردنی از خودشون نشون بدن. شاید اصلا تصورش هم نمی کردین که بدن بتونه همچین حالتی به خودش بگیره. وقتی تمرین انعطاف پذیری از سن کم شروع بشه، حتی راهبای بزرگتر و سفت و سخت‌تر هم میتونن بدنشون رو اینجوری تا کنن. اسکوات ستونی. شاید شما هم آرزو می‌کردین میتونستین یه ذره عضله بیشتر به پاهاتون اضافه کنین. برای راهبای شالین روز تمرین پاها اصلاً قابل حذف نیست. فقط کمی متفاوت تر از اون چیزیه که من و شما میشناسیم. اونا تمرینی دارن به اسم اسکوات ستونی که واسه تقویت استقامت پا انجام میدن و دقیقاً همون جوری که از اسمش پیداست، یعنی نشستن در حالت اسکوات روی 2 ستون تا شرایط سخت تر بشه. خیلی هم یه کاسه پر از آب میذارن روی سرشون. اونا باید بدون کوچکترین حرکتی دقیقاً 2 ساعت همینجوری بمونن. تازه برای سخت‌تر شدن کار بعضیا یه کاسه دیگه هم توی دست نگه میدارن و تحت هیچ شرایطی نباید حتی یه قطره از آب بریزه. اونم با احتساب اینکه افتادن عواقب وحشتناکی به همراه داره، چون درست زیر جای نشستن راه پا یه نیزه چوبی کار گذاشتن. یعنی اگه بیفتی قبل از اینکه به زمین برسی احتمالاً یه بلای ناجور سرت میاد. سخت ترین تمرین. راهبا با خودشون یه نوع زره مخصوص دارن که بهش میگن تیبوشان گانگ یا همون پیرهن آهنی که باعث میشه در برابر ضربه‌های سنگین فوق‌العاده مقاوم بشن. طبق آموزش‌های شالین با تمرین روی چیزی که بودایی‌ها بهش میگن چی یا انرژی درونی بدن میتونن مسیر جریان این نیرو رو طوری هدایت کنن که آسیب‌ها رو کمتر کنن. البته از نظر علمی هم شواهد زیادی براش وجود نداره، ولی در کنارش از یه سری حرکات خاص و حالات ایستادن قدرتی هم استفاده میکنن تا ضربه رو جذب کنن یا نیروی فشارش رو پخش کنن. یکی از تمریناشون اینه که روی یه الوار چوبی دراز بکشن یا اینکه بلوکای بزرگ گرانیتی رو بندازن روی خودشون. بعضی راهب‌ها حتی یه جوشنده مخصوص هم درست میکنن که معجونی اسرارآمیز از گیاهان و ریشه هاشون رو روی قسمتی از بدن که تمرین میدن میمالن. این ترکیب‌ها که گاهی تا 25 ماده مختلف دارن باعث بهبود گردش خون، تقویت استخوان یا ریلکس شدن عضله‌ها میشه. سبکسازی بدن. با بالا رفتن سن و جمع شدن چربی به دور کمر گاهی وسوسه میشیم که بریم روی ترازو و آرزو کنیم که کاش سبکتر بودیم. معبد شالین یه راه شگفت‌انگیز برای آموزش دادن به بدن پیدا کرده، طوری که انگار تقریباً بی‌وزنی رو تجربه می‌کنی. اسمش هست جین شن شو یا همون مهارت سبکسازی بدن. یه شاگرد تازه کار باید این تمرین رو با یه ظرف سفالی خیلی بزرگ پر از آب شروع کنه. باید روی لبه اون ظرف راه بره، در حالی که یک کوله پشتی سنگینم روی کولشه. بعد از روز 21 هر ماه کمی از آب داخل ظرف خالی میکنن و وزن بیشتری به کوله پشتی اضافه میکنن. اوایل وزن آب با وزن شاگرد در حالت تعادله، ولی هرچی آب کمتر بشه و سنگینی کوله هم بیشتر بشه، راهب باید تعادل بیشتری داشته باشه. هر شاگرد مشتاقی باید ماه‌ها تمرین کنه تا بتونه دور تا دور اون لبه رو راه بره، در حالی که کوله پشتیش حدود 2.5 کیلو وزن داره و ظرف هم کاملا خالیه. ولی این تازه مرحله اوله. وقتی راهب بتونه تعادل کامل روی اون ظرف حفظ کنه، ظرفو با یه سبد حصیری جایگزین میکنن و دوباره وزن بیشتری به کوله پشتی اضافه میشه. گفته میشه راهب شی لیلیانگ سالها وقت گذاشته تا توی این تکنیک به مهارت برسه و بالاخره توی سال 2014 کاری کرد که آدمو شگفت زده میکنه. اون تونست حدود 122 متر روی آب بدوه، در حالی که تمام وزن بدنش روی تخته‌های چوبی نازکی بود که با نخ به هم بسته شده بودن. این کار فقط وقتی ممکنه که واقعا سرعتت بالا باشه و اونقدر سبک قدم راه بری که وزن بدن از هر تخته بگذره قبل از اینکه اون تخته توی آب فرو بره. دیوار نوردی.
راهب‌ها واقعا میتونن از دیوار بالا برن. اسم این مهارت به درستی گذاشته شده. راه رفتن روی دیوار و با تمرین زیاد راهب‌ها میتونن خیلی راحت از هر سطح عمودی بالا برن. این راهب‌ها اونقدر پرش عمودی رو تمرین میکنن که ارتفاع پرششون از خیلی از بازیکن‌های حرفه‌ای بسکتبال هم بیشتره. این راهب‌ها به پا و دستشون وزنه و پابندای آهنی میبندن و با اون پابندها میدون به سمت دیوار. محل درست قرارگیری پا برای رسیدن به بالاترین نقطه خیلی مهمه و وقتی یک راهب بتونه راحت از دیوار بالا بره وزن بیشتری بهش اضافه میکنن و این روند ادامه داره تا روزی که همه وزنه ها برداشته بشن. در اون صورت دیگه هیچ چیزی سرعت اون راهبو کند نمیکنه و چون بدنش به اون وزنه ها عادت کرده وقتی دیگه نباشن راهب تقریبا دیگه بدون زحمت از دیوار بالا میره. مارمولک جهنده. گفتیم که راهب‌ها از دیوار بالا میرن ولی اگه بتونن مثل چسب بهش بچسبن چی؟ شاید فکر کنین دیگه اون یکی رو نمیشه باور کرد. قضاوت با شماست. یه مهارت خیلی سخت است که حتی حرفه‌ای ترین راهب‌ها هم باش دست و پنجه نرم میکنن. اسمای مختلفی داره. مارمولکی که از دیوار بالا میره، نقاشی آویزون یا خیلی ساده تر بالا رفتن از دیوار، ولی همش یه معنی میده. اگه کسی بتونه این مهارت رو کامل یاد بگیره میتونه فقط با استفاده از آرنج توی هر جهتی بر روی دیوار حرکت کنه. میگن فقط 2 یا 3 نفر از هر 100 نفری که تازه تمرینش رو شروع میکنن میتونن تا تهش پیش برن. میگن وقتی شاگرد پشتش رو به دیوار بچسبونه و با آرنج فشار بده بدنش از زمین جدا میشه و همونجا میمونه. و خب همونطور که میدونین تمرین بیشتر یعنی قدرت و مهارت بیشتر. دست آخر راهب میتونه فقط با نیروی آرنج بدنش رو تکون بده. درست؟ مثل طرز حرکت یه مارمولک. البته هیچ سند یا مدرکی پیدا نشده که کسی واقعا انجامش داده باشه. با این سطح سختی عجیب و غریب احتمالاً فقط تعداد کمی راهب هستن که واقعا از پسش برمیان. شاید هم چیزیه که فقط توی کتابای شالیم وجود داره. شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنین واقعی باشه؟ واسمون تو کامنتا بنویسین. انگشت چان. خیلی از شاهکارهایی که شاگردان شالین انجام میدن غیر ممکن به نظر میرسه. شاید دقیقاً واسه همین چیزاست که خیلی عاشقشونن. با این حال یه مورد هست که به نظر واقعاً غیر ممکن میاد. داستان اینه که چند وقت پیش راهب زیهیزی در اوایل دوران تمرین خودش یه وزنه سنگین از یه شاخه درختی که هر روز از کنارش رد میشد آویزون کرد. هر بار که رد میشد با انگشتش یه ضربه کوچیک به اون وزنه میزد تا تاب بخوره. روزا و ماها و سالها گذشت. زیهیزی همینطور از فاصله بیشتری ضربه میزد تا جایی که فقط نوک انگشتاش بهش میخورد. هرچی قوی تر میشد این وزن محکمتر تاب میخورد در حالی که زی به سختی لمسش میکرد تا روزی که دیگه اصلا انگشتش اون وزنه رو لمس نکرد، ولی با این حال وزن تاب خورد. زی شروع کرد به تمرین چیزی که بهش میگن ضربه روحی یا انگشت چان. اون توی حیاط می نشست، مدیتیشن می کرد و انگشتشو به سمت شمع‌های روشن دراز می کرد. اوایل فقط شعله یه تکونی می خورد، ولی با تمرین زیاد تونست شعله رو از فاصله 3.5 متری خاموش کنه. میگن که بعد از اون زی راه افتاد توی چین، به هر معبدی که بود سر زد و با هر حریف قابلی مبارزه کرد، ولی هیچ کس نتونست شکستش بده. حتی شایع بود که فقط با دراز کردن انگشتش به سمت حریف میتونه آسیب داخلی شدیدی بهش وارد کنه. قبوله که راهبا میتونن کارای باور نکردنی بکنن، ولی چیزی که این راهب ادعا کرد دیگه رسما غیر ممکنه. و اما مردی با بیضه های فولادی. شاید شما هم هیچ وقت هنرهای رزمی کار نکرده باشین، ولی یه سبک دفاع شخصی خیلی قابل اعتماد وجود داره، مخصوصاً برای وقتی که دشمناتون بخوان سر و صدا بپا کنن و وقتی که نه کاراته جواب میده نه MMA. یه راه حل قابل اعتماد، یه لگد محکم به وسط پاس و الفرار. با اینکه توی این 72 هنر شالین کلی کار عجیب و غریب هست، بعضی از استادان راه روشنگری رو از مسیر واقعا عجیبی انتخاب میکنن. اونا با خواسته و اراده خودشون به طور مداوم به بیضه های خودشون ضربه میزنن. اسم این مهارت هست مهارت زنجیره طلایی و میگن یه بخش مهمش تمرین دادن بدن به صورتیه که بدون استراب زندگی کنه. شاید عجیب باشه، چون اگه بدونیم هر 5 دقیقه ممکنه به اون جای حساس یه ضربه بخوره، استرابمون 10 برابر میشه، نه کمتر. به هر حال یه راهب با یاد گرفتن کنترل جریان انرژی بدنش تمرین رو با یه ضربه ملایم کف دست شروع میکنه و کم کم شدت ضربه ها رو بیشتر میکنه. خیلی از شاگردان شالین سالها بیرون از صومعه وقت میذارن و یه درخت رو له و لورده میکنن. بعضی دیگه هم ترجیح میدن داخل بشینن و چیز دیگه یو له کنن. بیاین امیدوار باشیم که آخر این راه واقعا رسیدن به نیروانا باشه، چون واقعا نمیشه چیزی بدتر از این رو تصور کرد.
رسیدیم به پایان ویدیو. از بین این قدرت‌های ماورایی راهب‌های شالین کدومش بیشتر نظرتو جلب کرد؟ حتما در پایین همین ویدیو توی بخش کامنت‌ها واسمون بنویس. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنین و کانال سیکوپیک رو هم سابسکرایب کنین تا این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره.